آدم میفرستن جلوی در باشگاه که علی من صحبت کنن. اون از اول فصل به اون عملکرد خوب پارسا هم رفتیم گل خارجی آوردیم. دستکش طلایی تعلق میگیرد به آقای کلینچیت، به پسر استقلال دیوار آبی سید حسین. الان هم هر اتفاق میفته حسینی. آبروم از سر رو نمیبردم، شرفم از سر رو نمیبردم که بخوام اینجوری علی من این جو را بندازن بگن حسینی باندباز. خود مربی هیچ کس قبول نمیکرد که بیاد در مورد رامین باهاش صحبت کنه. از خود باشگاه بگی سرپرست بگی هیچ کس رو قبول نمیکرد در مورد رامین باهاش صحبت کنه. من خودم با اینکه ما با هم بحثم شد ولی به خاطر منافع استقلال شای بازی با ملوان من خودم مربی کشیدم که گفتم آقا به خاطر شرط تیم رامین بازی کنه فردا. اگه به خاطر من آقا از حقم کوتاه میام اونجا استقلال منافع یه نفر نه باشه. نکته که روزایی که تو استقلال زحمت کشم عرق ریختم. نون بازی خودم تلاش خودم بود خواست خدا. میام میگن حسینی باند حسین نداشت این بازی کنه اون بازی کنه. من چیکار دارم؟ من به عنوان کاپیتان تیم مگه دیوانم؟ بازیکن که تاثیرگذار که اما برو بیرون یکی دیگه بیام به جان مادرم اگه مشکل این تیم من از فرا نمیام سر تمرین. ببینم این تیم درست میشه. الان دوباره یه داستان دیگه درست کنم با 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه هوادار اصلا با اینقدر راحت باور کنه.